امام زمان شریک قرآن. بر ذات گرامی حجت المعبود کلمت المحمود، عهد معهود خداوند متعال و میثاق مؤکد پروردگار عالم و وعد صدق آفریدگار زمین و آسمان، ولی العصر حجت الدهر امام الزمان خلیفة الرحمن شریک القرآن الحجة ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، بعد خلیفة الرحمن شریک القرآن شریک القرآن. ببینید میزان غلو را. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ای اهل کتاب، در دینتان غلو و زیاده روی نکنید و نسبت به پروردگار جز سخن حق نگویید.